بریم داشته باشیم نحوه روتوش اتومات عکس توی فتوشاپ. میریم توی قسمت فیلتر، نورال فیلتر رو میزنیم. A few moments later. اولین گزینه اسکین اسمودینگ رو روشن میکنیم. صبر میکنیم پروسس بکنه عکس رو فتوشاپ و از سمت راست هم میتونیم این مقدار اسمودینس رو حتی بیشتر بکنیم. از انتهای پنل میذاریم روی نیو لیر و اوکی. میبینیم که بدون اینکه ما بخوایم دستی کاری انجام بدیم فتوشاپ تقریبا میشه گفت 90% کار برامون انجام داده. اگر جایی بود که میخواستید در واقع جوشی رو بردارید و فتوشاپ بر نداشته بود، اسپاتینگ تول رو میزنیم، میذاریم روی هیلینگ براش، آلت رو نگه میداریم، کلیک چپ میکنیم روی نقطه‌ای که میخوایم سامپل بکنه و کلیک میکنیم روی جایی که میخوایم پاک بشه و تمام.